آدم باورش نمیشه با 4 قلم مواد میشه معروف ترین خورش ایران رو درست کرد، خورشی که همه میتونن درست بکنن. خب اول باید یه خورده تف بدیم باقالیمون رو، ما با کره انجام بدیم. باقالی بهش میگیم پاچ باقالا. پاچ باقالا باقالی محلی گیلانه. این زردچوبه، نمک، رنگو فقط ببین، سیر، چاشنی اصلی سیر دیگه سلیقه‌ای، هر کسی هر چقدر دوست داره بزنه. شما میتونید کمتر بزنید. من عاشق شفیدم، بذار دیگه همه رو بریزید. بعد اینکه شفید ریختین یه تفت کوچیک بدین و آب بریزین. یک بند انگشت بالاتر از مواد اون باشه. سپاس. بابا جانم دومسیا. از دومسیا دیگه به اون بر نداریم، همه قبل دومسیا. دوناشو ببین کتستا اول فرض. ماهی سفید دودی میره روی برنج. اینم آخرین مرحله از باقلا قاتق ما، مرغانه یا تخم مرغ. آشپزی همین مواد غذاییه دیگه، چیز خاصی نیست. اون جایی لذیذ میشه که تو بهش روح بدی. روح از کجا میاد؟ عشقی که بهش میدی. جانم تله ببینین چی وسته. داستان دومسیاه صدری، ارباب برنج‌های ایران، تولید داریوش.